تابستان 1998 یورو هندوراس. گاهی طبیعت نمایشی به ما نشان می‌دهد که هیچ ذهنی قادر به پیش بینیش نیست. تابستان سال 1998 در شهر کوچکی در هندوراس به نام یورو آسمان سیاه و سنگین شد. بادهایی وزید که بوی باران داشتند. مردم مثل همیشه انتظار بارانی سیل‌آسا داشتند، اما آنچه از دل آسمان فرو ریخت قطره‌های آب نبود. سلام، شما به پادکست آینه گوش میکنید. ریشه این ماجرا را باید در قرن 19 جستجو کرد. کشیشی اسپانیایی پدر سوبیرانا به یورو آمد. او شهری دید فقیر، گرسنه و ناامید. مردم چیزی برای خوردن نداشتند جز ایمان. روایت ها میگویند او روزها و شبها دعا کرد، دعایی برای بارش غذا، و آنطور که داستان ها میگویند دعایش مستجاب شد. بارانی از ماهی آغاز شد و سفره های خالی پر شدند. برای مردمی که هیچ نانی نداشتند این پدیده نشانه آسمانی بود. از آن زمان هر بار باران می آید مردم یورو آن را ادامه همان معجزه نخست می دانند. مستندسازان نشنال جیوگرافیک به یورو سفر کردند. آنها شاهد بودند بعد از طوفانی سهمگین خیابانهای خاکی یورو پر شد از صدها ماهی کوچک. ماهی هایی که روی زمین تکان می خوردند، درست مثل اینکه از دل رودخانه آمده باشند. گزارش نشنال جیوگرافیک باعث شد پدیده بارش ماهی از یک افسانه محلی به یک خبر جهانی تبدیل شود. سالها بعد BBC گزارش داد برای مردم یورو این اتفاق عجیب نیست. آنها با سطل بیرون می آیند، ماهی ها را جمع می کنند و بین هم تقسیم می کنند. برای یک خبرنگار خارجی این یک معجزه بود. برای یک خانواده محلی بخشی از زندگی روزمره. امروزه بارش ماهی نه فقط یک اتفاق بلکه یک جشن است. هر ساله مردم چشم به آسمان دارند. اگر ماهی ببارد خیابانها پر از شادی می شود. جشنواره‌ای با موسیقی، رژه و تقسیم ماهی میان همسایه ها برپا می شود. برای کودکان این روز شبیه یک قصه جادویی است. برای بزرگترها یادآور گذشته و همبستگی. یورو با این رخداد هویتی پیدا کرده که هیچ جای دیگر دنیا مثلش نیست. اما شاید باورش سخت باشد، یورو تنها نیست. در گوشه های دیگر جهان هم از آسمان بارها موجوداتی عجیب باریده است. در انگلستان باران قورباغه ها بر زمین نشست. در برزیل در سال 2013 هزاران عنکبوت از آسمان باریدند و تارهایشان مثل پرده‌ای نقره‌ای سراسر آسمان را پوشاند. در سریلانکا هم بارش ماهی‌ها گزارش شد. این رخدادها نشان می‌دهد که بارش موجودات صرفاً یک افسانه محلی نیست. طبیعت بارها چنین نمایش‌هایی را اجرا کرده است. اما دانشمندان برای این راز پاسخی ساده اما شگفت دارند. گردبادهای دریایی، ستونهایی از هوا که روی آب شکل می‌گیرند و می‌توانند موجودات کوچک را از سطح به بالا بکشند. آنها کیلومترها جابجا می‌شوند و سپس وقتی طوفان فروکش می‌کند، درست مثل باران فرو می‌ریزند. اما چرا همیشه یک گونه خاص؟ اینجا آینه است، جایی که هر حکایت آشنا بازتابی تازه پیدا می‌کند. ممنونیم که شنونده